درود. شهر نشست‌های مطبوعاتی امروزه را پیشنهادتان می‌سازیم. 3 آگوست نشست‌های مطبوعاتی کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، مؤسسه دولتی تاجیک فیلم و اتفاق تاجیک مطلوبات دایر گردید. در نشست خبری کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از برنامه تنظیم موزیلا فایرفاکس گفته شد. با گفته عالمجان محمد جانزاده رئیس کمیته زبان و اصطلاحات، برنامه مذکور با زبان تاجیکی تهیه و عملی کرده شده. آن از 9 می سال روان در شبکه اینترنت جای داده شده و فعال می باشد. عین زمان زبان تاجیکی در بین 190 زبان و دهگانه اول زبان‌های شبکه اینترنتی شامل است. فعالیت در شبکه اینترنتی و سامانه‌ها طریق این برنامه مناسب و آسان می باشد. تحلیل نشان می‌دهد که همین چیز در ما نبود، اما از متخصصانی که در گروه کاری که در کمیته فعالیت می‌کردند خواهش کردند که شما یک بار با یونیکود که در فرانسه جایگاه است، چی شده و مایکروسافت و خواهش کردیم که ما همین شکل رو پیشنهاد میکنیم، شما را دستگیر میکنیم و از اونجا جوابی مثبت اومد و این رو ما ترجمه کردیم، گروه کاری ترجمه کرد و ما شورای همبوسازی اصطلاحات داریم که از متخصصان ورزیده، اصطلاح شناس، زبان شناس و متخصصان دیگر متخصصان در کمیته از نظر اونها گذرانده و در سامانه کمیته و در شبکه اینترنتی جای داده. یعنی شکلی تاجیکی جستجوگر یا براوزری که برای مردم ما پیشنهاد شده. درآمد اتفاق تاجیک مطلوبات 48 میلیون سومانی را تشکیل داده است. در این باره خورشید رحمانعلی زاده، معاون رئیس اتفاق تاجیک مطلوبات، ضمن نشست خبری اطلاع داده. در ادامه گفت این نشان داد نسبت به همین دوره سال گذشته 613,000 سومانی زیاد می باشد. همزمان گفته شد که در دوره حساباتی به بودجه مملکت از همه نمود منبع‌ها به مبلغ 16.9 میلیون سومانی اندوز پرداخت کرده شده است که نسبت به همین دوره سال سپری شده 11.9 سومانی زیاد می باشد. در نشست خبری مؤسسه دولتی تاجیک فیلم از تهیه فیلم ها سخن رفت. دوام 6 ماهه اول سال روان فیلم تصویری الفبا، 2 فیلم کوتاه زخم و سرنوشت، 2 فیلم بدیعی پرامتر سه خواهران کارگردان محمد ربیع اسماعیل و حقیقت کارگردان منظرعلی شیرعلی، اینچنین 4 فیلم مستند روی کار آمده است. در این باره محمد سعید شاهیان دیرکتور مؤسسه دولتی تاجیک فیلم امروز ضمن نشست مطبوعاتی اطلاع داد. در ادامه دیرکتور تاجیک فیلم ابراز نمود که برای ثبت فیلم ها همه شرایط مهیا است و حتی مبلغ هم مشکل نیست. فکر نمیکنم که در سالهای آینده برای مثلا بنیاد یا که مثلا برای گرفتن فیلم ها یگان مانع شود. الکی بسیار مسائلی که بود در مؤسسه حل شد، یگان پرابلم نیست. فقط یک مسئله ماندگی است که ما باید تمامی همون پتانسیل نیرو را برای همون تیم که فیلمنامه های پیشنهاد کنیم که توانیم در بین دیگر ملت ها، من با همه رئیسورا من اگر که وای باشد ما در اینجا دعوت میکنم، با آنها صحبت میکنم. مشکلات مالی هم نیست، مشکلات دیگر چی است؟ مشکلات باید ما کادر را، مشکلات دیگر وای هست که ما باید موضوعی دست نیم که از همین بنبست ما باید برآییم. در این روز همزمان نشست مرکز ملی تستی نیز برگزار می‌گردد که خبری آن را می‌توانید از سامانه ما cw.javanon.tj مطالعه نمایید. برنامه نوبتی شرح نشست‌های مطبوعاتی بود از روزنامه جوانان تاجیکستان و من بودم نوبتدار این نشر سیاره قیام‌الدین. خیر.